یا بگیم نه مولانا جلال الدین رومی، نه عبدالرحمن جامی، نه خواجه حافظ، نه عبدالقادر بیدیل، نه عمر خیام و جمله بگیم نفرهایی که امروز از دست این طایفه بدگوهر اینا آرام نیستند. روح اینها گویم آرام نیستند. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه ومن والاه. اما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام برادران و خواهران اهل توحید. و این رد دوم ما به آقای حاجی میرزا است، آقای حاجی میرزا ابرانوف که یکی از داعیان تاجیک، که در رد نوبتی ما در باره سخنی که در اونجا میگوید که یعنی اینها مقصد علمای ما رو تکفیر میکنن و دیگر چیزها رو میگوید. بعد در دوام میگوید که روح اینها میگوید از دست اینها آرام نیستن. میگوید روح اینها آرام نیستن. یعنی روح اینها آرام نیستن چی معنی دارد برادران؟ میدونید روح اینها آرام نیستن این دعوای دانستن علم غیب است. یعنی یک انسان بگوید که روح فلانی آرام نیست، این معنای ایره دارد که وی انسان از حال همون خبردار است، در حالی که این علم از علم غیب است. این علم غیب هیچ کس نمیداند بجز به بعض مخلوقاتی که الله سبحانه و تعالی خودش معلوم کرده است و همون رو هم کل اون رو ماست، کل اون رو نه بلکه همه، یعنی که حالت قبر بودگی ها رو نه، بعضی اونها رو معلوم کرده است. و ما میخواهیم به انمین یک رد بگوییم به این آقای حاجی میرزایی که این دعوای علم غیب است. ای حاجی میرزا، الله تو رو هدایت کند، تو کی بس میکنی از این سخنها، از این عقیده های شرکیت کی بر میگردی، کی توبه میکنی؟ تو بنده در داخل 34 منوت و 53 سکوندی 53 ثانیه که در اونجا تو صحبت میکنی، من مشاهده کردم تقریبا 19-20 خطاگی داری. تو اگر سبحان الله اگر در 2 منوت اگر یک خطاگی کنی، والله اعلم تو در این تمام عمرت چی خطاگی ها میکنی. و خطاگی ها هم خطاگی عادی نه بلکه شرک است. اعوذ بالله. دعوای علم غیب داری تو ای حاجی میرزا، تو خودت بیخبر هستی؟ تو که این جاهلیت و تو که این بی علمی و تو که این جاهلانه دعوت دوام میکنی؟ کی توبه میکنی؟ الله سبحانه و تعالی هدایتت کند و اون تهمت هایی که کردگی هستی با یک به یک اون تهمت ها تا میشنوی با خودت. اما شما انا گوش کنید، این مقصد چی میگوید؟ میگوید که یعنی اونها یعنی اینها رو چیکار نمیکنن؟ آرام نمیگذارن، یا اینکه اونها آرام نیستن در قبرهای خود. و ما میگذاریم اولا در باره علم غیب. غیب گفته اصلا چیز میگوین. در لغت غیب چی است؟ یک چیزی که مثلا از انسان ها ناپدید است، چیزی که مثلا از انسان ها پنهان است. او را انسان یعنی چی؟ انسان دیده نمیتواند،
اون چی که از تو پنهان و دور باشد، یعنی که هم پنهان هم دور باشد. وقتی که از انسان که اون پنهان شد دور شد، پس انسان چگونه او رو دیده میتواند؟ به همین خاطر علم غیب خاصی الله سبحانه و تعالی می باشد و علم غیب بجز الله کسی نمیداند. اما علم غیب ما خیلی که گفتیم که از دو نوع عبارت است علم غیب. یکیش یعنی که اولا لغتاً بیان کردیم که یک چیزی که مثلا از شما ناپدید است و اون چیز شما مثلا نمیدونید و اون چیز از شما گویم دور است، یعنی که چخیلی که میگوید که الغیب لغتاً هو كل ما غاب عن الحواس و قال الاصفهانی هو مصدر و غاب الشمس و غیرها، یعنی که همون افتاب یعنی که غائب شد و غیر دیگر چیزی که مثلا غیب گفته یک چیزی که از انسان ها چی است؟ از انسان ها یعنی که پنهان است، انسان ها با او خبر ندارن، از او یگان خبری ندارن، نمیدونن. و اصطلاحاً چیز غیب امام قرطبی میگوید که كل ما اخبر به الرسول صلی الله علیه و سلم مما لا تهتدی الیه العقول من اشراط الساعه و عذاب القبر. ای حاجی میرزا گوش بکن، امام قرطبی چی میگوید؟ یعنی در اصطلاح شرعی غیب گفته چی را میگویند؟ غیب گفته هر آن چیزی که یعنی که خبری رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که عقل ها یعنی به او رسیده نمیتواند، یعنی که به عقل انسان به او رسیده نمیتواند، یعنی به مانند مثلا نشانه های قیامت چه خیلی به عقلت مثال تو به او میرسی، یعنی عقل یک دایره معینی هست، مثال چه خیلی که چشم یک مسافه معین میبیند، عقل هم یک دایره معینی دارد، بگیم یک مسافه معینی دارد که از او دور رفته نمیتواند. چه خیلی که انسان پشت دیوار را نمیبیند، عقل هم میخیل است، یک مسافه معینی دارد. به همین خاطر میگوید که به مانند چی؟ به مانند یعنی اینکه نشانه های قیامت و عذاب قبر و بیدار شدن، یعنی که در روز قیامت با و الحشر و النشر و الصراط و المیزان و الجنة و النار و دیگر از مسائل های غیبی، یعنی جنت، جهنم، صراط، اینا غیبی هستند. چه خیلی که اونو اژدها میگه که در اونجا یک اژدها است، لیکن حدیث در کجا است خودش نمیدوند بیچاره. در فلان در کتاب نور الانوار است میگوید، چی میگوید مولوی اژدها. انکو امام قرطبی در اینجا چی گفتن یکی از اونها عذاب قبر است. از این میبرد که در اصطلاح شرعی عذاب قبر در یعنی چی؟ در علم های غیب داخل می شود و برای این دلایل ها زیاد هستند. حدیث ها هست، حدیث هایی که عائد عذاب قبر هستند. و این آقای حاجی میرزا ندانست همین چیزها را که یعنی که در کسانی که در داخل قبر هستند انسان ها و جن ها از احوال اونها خبردار شده نمیتوانند.
هیچگاه در حالی که زنده هستند. الله اونها رو از انسان ها این چیزها رو پنهان کرد، از احوال اونها خبردار شده نمیتوانند. حاجی میرزا از کجا فهمید که او در قبرش ناآرام است و ناراحت است؟ و از کجا فهمید؟ شما سوال نمیکنید به همین حاجی میرزا که تو از کجا فهمیدی؟ در حالی که صفت دانستن غیب این صفت الله است. عالم الغیب فقط الله است. خیلی که دیگر علما در این باره میگوید که و من ادعا علم الغیب فقد اشرک بالله، کسی که ادعای علم غیب کند به تحقیق به الله شرک ورزیده است. حیث انه ادعا صفت من صفات الله الخاصه به، یعنی که این انسان به این ادعای کردگیش یکی صفت از صفاتهای الله چیکار کرد؟ خاص الله به خودش صفت داد. و ادعا بانه یشترک مع الله تعالی بعلم الغیب، و این ادعا کرد و اشتراک در چی؟ با همراهی الله در علم غیبش، یعنی که با الله خودش شریک کرد. یعنی اعوذ بالله. و این گونه مدعی کذاب، یعنی کذاب است، مشرک است. چگونه ای که ادعا علم الغیب من المنجمین والسحرة والکهان، و در این باره البته که دعوا کننده های کذاب و مشرک از جمله منجم، از جمله ساحرا، از جمله کاهن ها هستند و این فرقی ندارد. یک علم غیب دعوا کردن، من میدونم اونها این هستند اون هستند، در حالت عذاب هستند، در حالت راحت هستند گفتن، این دعوای علم غیب است. از این علم غیب یگانه رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر داده میتوانند تمام، یا الله خودش. و اکنون میگذاریم به حدیث که در حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم امام بخاری با رقم 1314 روایت میکند: عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان. أنا مش شاهد دليل مو، ولو سمعها الإنسان لصعقا. الله أكبر. ابو سعید خدری رضی الله عنه میگویند که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند هر وقتایی که یعنی میت رو وقتی که چیکار میکنند در همون جنازه گذاشته میشود و او رو میبرند به سوی قبرش و او انسان صالح باشد، او میگوید که مرا زودتر ببرید، زودتر قدم بزنید، زودتر ببرید. و اگر یک انسانی بد باشد چی میگوید؟ میگوید مرا به کجا میبرید؟ یا ویله، وای بر حال من، مرا کجا میبرند؟ به کجا مرا میبرید؟ میگوید. آواز این را میگوید، آواز این را یسمع صوتها کل شیء الا الانسان ولو سمعها الانسان لصعقه.
агар мегӯд ин овози инро тамоми инсонҳо мешунаванд, агар мегӯд агар овози инро мегӯд инсон бишунавад, агар беҳуш мешавад, яъне мемурад, дилаш мекафад, агар гӯем, барое ки аллоҳ субҳанаҳу ва таъала барои инсон ва ҷин ин овозро нашунавонид. Чӣ хеле ки имом Аҳмад дар дигар як ҳадиси дурудароз аст, бо рақами дар ҷилди 30 бо рақами 578 ривоят мекунад ки ясмаъуҳу, мо ҷои шоҳиди ҳам далила мегӯд ясмаъуҳу куллу шайъин илла thaqalayni, ки аз ҳадис Баро ибни Озиб аст, ҳадиси машҳур аст, ки мегӯд ки овози унро ҳама чиз мешунавад, ҳамаи махлуқот баҷуз thaqalayn. Thaqalayn яъне инс ва ҷин. дар ин бора нигоҳ кунед, дар ин бора аз уламои ҳанафӣ ки ино мо ҳанафӣ ҳастем, мегӯянд инҳо ҳанафӣ нестанд, инҳо суфӣ ҳастанд, инҳо анамун пайрави Ҷалолиддини Румӣ мулҳид ҳастанд, ҳулулӣ ҳастанд ва баъзеҳо дар комментарияҳо баъзе чизҳоро навистанд. Шумо ҷуҳало аввалан ҳақро нафаҳмидед. Ман вақте бар ҳоли шумо назар мекунам, раҳмам меояд ки шумо ҳақро нафаҳмидед. ба ҳамин сабаб аст ки шумо аз пайи шоирон меравед, дар ҳоле ки Аллоҳ субҳанаҳу ва таъоло ошкоро гуфта истодааст ки шоирҳо касоне ҳастанд ки аз паси онҳо гумроҳҳо мераванд. мо ақидаи худ аз Қуръону суннат бо фаҳми саҳоба мегирем, аз шоирон намегирем ақидаи худа, дини худа. хулоса яке аз уламои ҳанафӣ Бадруддини Айнӣ ки соҳиби Умдатул Қори шарҳи Саҳиҳул Бухорӣ ҳаст, чӣ мегӯяд дар зери шарҳи ҳамин ҳадисҳо? Мегӯяд ки дар шарҳи ҳадисҳое ки яъне ки тамоми махлуқот мешунаванд магарам инсон. вастадалла билҳадисил мазкури ала анна каламал маййити ясмаъуҳу куллу ҳайванин ғайрил инсанин. Аллоҳу акбар. Магар ҳоҷи Мирзо инсон аст ё ки ҳайвон? Шумо бигӯед. Агар ҳоҷи Мирзо бигӯяд ки ман ҳайвон ҳастам, ба ҳамин хотир ман ноором шудани Ҷалолиддин Румиро фаҳмидам, ман ҳайвон ҳастам, ман нороҳат шудани, ноором шудани, азоб кашидани Ҷалолиддини Румиро фаҳмидам бигӯяд, мо мегӯем ки ҳайвон аввалан сухан карда наметавонад. ба истиснои баъзе ҳайвонҳо, баъзеш ба монанди анамун тути аст, ба забони орусиш папугай мегӯянд. Анакун дар ҳамин ҷо истидлол мегиранд. яке аз уламои ҳанафӣ, шумо ҳанафиҳоро қабул надоред, мегӯяд ки вастадалла билҳадиси, истидлол мегиранд аз ин ҳадис, яъне далил мегиранд, аз ин далил карда баровардан, аз ин далили мазкур ҳадис ала анна каламал маййити, ба дурустӣ ки каломи маййит мурдаро ҳама ҳайвонҳо мешунаванд, ғайрил инсани, ғайр аз инсон. дар китоби Умдатул Қори ҷилди 8 саҳифаи 114. эй ҳанафиҳо, шумо магар ҳанафӣ нестед? Абу Ҳанифа раҳимаҳуллоҳ, мо ба Абу Ҳанифа раҳимаҳуллоҳ садҳо маротиба аз шумо дида наздиктар ҳастем. шумо як ҷоҳил ҳастед. шумо дар пайравӣ аз Абу Ҳанифа нестед. шумо воқеан пайрави шоироу пайрави қиссагӯҳоу ҳамино ҳастед. акун ман ба мардум ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки эй мардуми, эй халқи мазлуми Тоҷикистон
که شما سالهای سال از دست این ملاهای شاعرها ظلم دیدگی هستید، خود بیخبر هستید. سال 91 و 92 اون تورجانزاده های شیعش مردم چیکار کرد؟ مردم به جنگ و جنجال گرفتار کرد برای یک کرسی خود. امروز هم به مثل اونها گروه های 24 و گروه نهضتی شیعه و گروه با یک محمد اقبال صدردین ملحد دموکرات که اینها هستند دشمن حقیقی شما. شما تو حال نفهمیدید. ما شما رو به توحید دعوت میکنیم، ما شما رو به یکتا پرستی دعوت میکنیم و ما شما رو میگوییم که ای مردم، یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا، رواه احمد. ای مردم، شما بگویید که نیست معبودی بر حق بجز الله، شما نجات مییابید. و اما این شاعران و این داعیان درباری شما ای مردم مظلوم تاجیک که شما را چیکار کردن؟ شما را سالهای سال به تاجیکستان غلام کردن و بعد از تاجیکستان به روسیه غلام کردند و بازم میخواهند که دین الله دین شخصی کردند، دین الله به یک مذهب منسوب کردند و دین الله به شاعران منسوب کردند و میخواهند به اون مذهب های خود ساخته مردم را چیکار کنند؟ مردم را به سوی خود غلام بکنند. مگر رسول الله صلی الله علیه و سلم نبود که آمد به سوی لا اله الا الله دعوت کرد، مردمان را از غلامی آزاد کرد؟ مگر رسول الله صلی الله علیه و سلم به سوی مردم به شعر و به ربایی و به قصه گویی آمد؟ مگر تمام پیغمبرها به سوی مردم نگفتند که یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره؟ تمام پیغمبرها به قوم خودشون میگفت ای قوم من، الله یگانه را عبادت کنید که بجز الله من به شما دیگر الهی نمیدونم. یعنی دیگر الهها باطل هستند. و رسول الله صلی الله علیه و سلم هم آمدن تا اینکه مردم دعوت بکنن، چگونه که الله سبحانه و تعالی میفرماید تمام پیغمبرها رو دعوتشان رو میفرماید که ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. و ما به تمام قوم ها پیغمبرها را رسول ها رو روان کردیم تا اینکه اونها رو دعوت کنند به یکتا پرستی و از طاغوت پرستی اجتناب بکنند مردم رو. اینها میخواهند شما غلام شوید تمام عمر. شما اگر از سخن این رکت های بنام ملاها، اینها رکت هستند، از سخن اینها برایت گفته ایستادند. خود در دیگر سخنهاش میگوید که میگوید احتیاط کنید، جان خود به خطر نگذارید. یعنی که شما اگر از سخنهای ما برآمدید، تمام کار شما چی می شود؟ کار شما راست ترمه می شود، جای شما ترمه است. اینا با تهدید هم میکنن انم خیل. یعنی شما از غلامی سرکشی کردید، چخیلی که بلال رضی الله عنه را امیه مشرک عذابش داد، اسلام قبول کرده بود. امروز هم همین خیل است. شما کم ترک تفکر کنید ای مردم، کم ترک تفکر کنید با آیات های الله سبحانه و تعالی، با تاریخ صحابه، با تاریخ رسول الله صلی الله علیه و سلم که در حالت مکه چگونه حالت داشتن. والله که در کمترین وقت شما درک میکنید که اینها مردم به غلامی دعوت دارن و نمیخواهند مردم از غلامی برآید. و در آخر میگویم که الله سبحانه و تعالی هر یکی ما را در راه توحید و در راه
حق استقامت نگه بدارد و الله سبحانه و تعالی از گمراهی و از ضلالت ما را نگه بدارد و ما بجز الله کسی نداریم و فقط از الله میپرسیم که الله ما را کمک بکن. الله این خلق مظلوم تاجیک را از این ظلمات و از این غلامی خودت برار. الله خودت قادر هستی و توانا هستی. الله چشم این مردم را باز بکن تا اینکه مردم بفهمند حقیقت را و الله سبحانه و تعالی عاقبت هر یکی ما را به خیر بگرداند. و با همین سخن با آخر میرسونیم و انشاءالله در ردیه های دیگر ای حاجی میرزا تو انتظار باش، در یک ردیه تو 10 ها ردیه می شود. در هر یک ردیه که تو میزنی البته که در عوضش کمترین ردیه 3 ردیه انتظار باش و به هر یک ردیه که تو با اهل سنت و الجماعت زبان درازی میکنی، تهمت میکنی، ما با قرآن و سنت تهمت های تو را بروی آب میبراریم و تو را به توبه دعوت میکنم. ای حاجی میرزا وقت داری، مهلت داری، الله سبحانه و تعالی هدایتت کند، الله توبه کردن رو به تو نصیب بگرداند، لایق توبه باشی. اگر لایق توبه نباشی الله خوار و ذلیلت بکند، بازم شرمنده و شرمسارت بکند. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.